پدرکشته رو تیغ خودش میکشد یا شاهنامه جنگنامه نیست. این فرموده هزار ساله هاست که چون حکمت خدمت میکند و با تشبث حکیم ابوالقاسم فردوسی شاه اثر در این راستا روی کار آمد که در دوام بیش از 1000 سال در تمام عالم تا امروز نظیر ندارد. بله، شما تصور کنید که با کسی تهدید میکنید یا کسی رو تحقیر میکنید، دشنام و حقارت پیش میارید و اگر خدا نکند خون ناحق بریزید، یگان وقت آسایش ندارید، خواب حلال نمی روید، تمام عمر همیشه در اندیشه آن است آنکه کسی را کشته کی این دهشت به سر خود او می آید. از پیوندانش، از شاهدانش، از اهل و بیت شهید دویم در تشویش است و میوه عمل خود را انتظار است و ناعیان این میرسد هم. ولی متاسفانه مردم ما با من اونهایی که شاهنامه رو میدونند یا ورق میگردونند یا به این شاه اثر توجه دارند، گمان میکنند در اول که شاهنامه جنگنامه است. اکثری وقت ما شاهد میشویم که با آنهایی که شاهنامه رو نمیخونند، ورق نمیزنند یا توجه نمیکنند، بهانه پیش میارند که ای از همین جنگ خونریزی و خشونت امروز بیزار شدیم، باز رو به جنگنامه بیاریم. حالان که مقصدی حکیم ابوالقاسم فردوسی از روی کار آوردن و پیشنهاد ساختن این شاه اثر بی‌نظیر ملی محض هشدار پساوندان خویش است که باید از جنگ، خشونت، از کشمکش دست بکشند و دستی به دست و قله مراد آرزوهای 1000 ساله انسانیت رو کشف کنند. در اینجا من یک مثال از این شاه اثر میارم. میفرماید حکیم ابوالقاسم فردوسی که پدر کشته و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بودی آشتی. بله، من گمان میکنم اگر فقط تنها همین شاه بیت رو اگر سیاستمداران عالم میدونستند، یگان وقت رو به جنگ نمی آوردند. یعنی از این نقطه نظر باید کلی ساکنان سیاره حتما شاهنامه بخوانند. وقتی که انسانیت شاهنامه میخواند، این خیرتنامه، این هشدار سرتاسری انسانیت را به دستور تبدیل میدهد و همه روزه عملهای را انجام میدهد که به عملشان نگاه خیر و نیک بیشتر گردد. الحال در سرتاسر عالم، در منطقه، در گوشه و کنارهای جهان میبینیم که جنگ های خرد و بزرگ دوام دارند یا آغاز یافته ایستادند و حتی تهدید جنگ سوم جهانی پیش آمده. ولی متاسفانه این جنگ ها به خاطر حشمت، به خاطر خودخواهی برخی از شخصیت های پیش آمده که چون اژدها نفس خود را لجام زده نمیتوانند و روز به روز آنها باز بیشتر و بیشتر سرمایه خواسته به هر بهانه این یا آن گوشه دنیا رو زیر تصرف قرار دادنی می شوند. این عمل هم در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی 1000 سال مقدم پیشنهاد گشته بود و او عمر خود را به خاطر محض انا همین که انسان باید یعنی خودشناس باشد، تلاش به آن داشته باشد که زندگی خوش و تنج آرام سازمان دهد، چون که عمر انسان یک نفس است.
به لب جوی نشین و گذر عمر ببین، این اشارت زی جهان گذران ما رو بست. نام همان در دنیا اصلا ابدی میماند که یگان کار خیر و نیکی را انجام میدهد. یک شخصیت چند عصر مقدم ابراز می‌دارد که یک کلبه تنگ طوری کمبغلانه رو در گوشه دست نارسترین گوشه عالم روشن کردن از هزاران جنگ خونریزی عالمگیری افضلیت دارد، چون که او روشنی پیش می‌آورد، گرمی محبت سو تولید می‌کند و دل انسان رو به زندگی گرم می‌سازد. ولی جنگ خونریزی بازم خشونت تازه رو پیش می‌آورد و آنی که غلبه می‌کند یک عمر در اندیشه آن است که چی بلای این مردم مظلوم آینده به سر من می‌آورند و باز هم این عملش را ادامه می‌دهد و آنهایی که از اهل بیت خویش توار خانه و در محروم شدند در اندیشه آن است که به کدام راه واسطه باید نخار گیرد. برای همین انسان باید به شاهنامه به این هشدار بزرگترین پیشاورد تاریخی بشریت توجه کند و کنی انسانیت باید به شاهنامه رو آورده شاهنامه خوانی کنیم. برای همین یکی از شاعران موفق زمان ما، یکی از مردان روزگار دیده دیار نوریدین امیری داستانی دارد در این زمان، بیایید شاهنامه خوانی کنیم. چندین بار ما این رو معرفی کردیم، پاره‌هایش رو به شما بیننده های عزیز خوندیم. نمیدونم شما توجه کردید یا نه، به هر حال در صحیفه های گوناگونی که در این راستا پیشنهاد گشتند ما فکر و اندیشه های خود را نیز و خواننده های زمان و همزمانمان پیشنهاد گرداندیم. ولی به هر حال من گمان میکنم که همه روزه شاهنامه را خواندن کم است. ما باید همه ساعت همه لحظه به حکمت ابوالقاسم فردوسی توجه داشته باشیم تا زندگی خود را نیک روشن و خرم راه اندازی کنیم. شما تصور کنید که حکیم فردوسی اگر تنها برای خویش و پیوندهای خود حکمت پیش آوردن میخواست، شاید در یک صحیفه یا چون مثال آورده ما در یک شعبه میگفت، اونها رو میفهماند و زندگی خویش رو پیش میبرد. ولی او 25 سال عمر خویش رو بالای کاغذ قلم گذرانیده در دامن 100,000 بیت حکمت پیش آورد که تا امروز در سرتاسر عالم به یگان زبان دیگر غیر زبان تاجیکی فارسی دری دیگر چنین اثری بزرگ پیش نآمد. و بعد این که اثر رو به انجام رساند به خاطر پیشنهاد دولت بزرگ تاجیکان سامانیان ایجاد شده بود و متاسفانه این دولت شکست، پاره شد، به قسم‌ها تقسیم گشت و به جای آن حکومت غزنویان سازمان یافت و سلطان محمود پایتخت دولت سامانیان را به غزنه کوچاند و فردوسی مجبور شد که باز 10 سال دیگر بالای این شاه اثر نشسته آن را به زمان حکمرانی سلطان محمود غزنوی تحریر و تکمیل دهد. یعنی به طور مکمل 35 سال کار کرد، ولی متاسفانه به جای مکافات و تهدید و تعدی همزمان گرفتار گشت و باز 30 سال دیگر از غضب همزمان خود گریخته پنهان شد که او را به قتل نرسانند، پاره نکنند یا سنگسار ننمایند. ولی امروز متاسفانه تمام اهل سیاره از کتاب دور افتاده، همه به شبکه‌های سرتاسری عالم اینترنت رو آوردند، یعنی به تلفن و حتی دیگر ساحه‌های آموزشی از اون جمله واسطه‌های اخبار عام، گازت، ژورنال، ماهنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، رادیو، تلویزیون هم از بین رفته ایستاده است. جای همه اون رو هنگامه‌ها گرفته ایستادند
و هنگامه های نو رو پیش آورده میبینیم که خودخواهانه با عملهای دست میزنند که گویا همه عالم غلام آنها باشد. این باز هم همون حکمت تأکیدی حکیم فردوسی را به خاطر ما میآورد که وقتی که آجکمر به خوردن آغاز می نماید دیگر سیر نمی کند و وقتی که همه اون چیز رویارو می بیند فرو می برد، لحظه آسایش می یابد و وقتی که از خواب بیدار شده بازم گرفتاری وسوسه نفس می گردد، به جنبش می آید و چشمش و چیزی می افتد که دنبالش می جنبد و باید او تمام آن چیزی که حرکت می کند و روی زندگی تلاش دارد باید اون رو هدفی نفس خیش قرار دارد و می گردد و اون رو می دارد. این دومی خودی او بوده است و به همون راه خودش رو عاقبت می خورد. و کسی که نفس خود را لجام زدن نمی تواند و سر قدرت می آید، حتما او به حال آجکمر گرفتار می شود و نه تنها گرد و اطرافش رو بلکه خودش رو نیز عاقبت می خورد. برای همین ما با تاکیدهای پی در پی سرور دلآگاه و موردشناس و جسور و آینده بینی کشور خیش تکیه کرده عمل کنیم، چون که با همین خیرد ازلی ملی ما کارداری و سازمان داد در ساحه دولت داری که در عالم نظیر ندارد. یعنی جنگی که در هر یک خانه تاجیکستانی، در هر کوچه و پس کوچه، در موضعهای گوناگون بین شهرها و ناحیه‌ها و ولایت‌ها و سرتاسر کشور چون یک کینه سرتاسری تر و خشک دیار رو فرا گرفته بود، دردی دهشت انگیزی رویارو رو تسکین بخشید، آتش جنگ رو خاموش کرد، گریزه های ملت رو به زادبوم خود برگرداند و صلح پیش آورد که امروز در عالم نظیر ندارد. سرچشمه این آگاهی و خودشناسی شخصیت در راستای فرهنگی بزرگی هزار ساله ملت است که ما آن را شاهدیم. انا همین مثال اثبات آن است که اگر کلی سروران کشورهای خرد و بزرگ عالم به فرهنگ ملی ما خاصه و شاهنامه و حکمتی پیش آورده حکیم ابوالقاسم فردوسی توجه میکردند، شاهنامه را ورگردان میکردند، آن را آگاهانه از بر می نمودند و موافق به فرموده این حکیم بزرگ همه دور و زمان ها عمل میکردند، جنگ، خشونت، خونریزی های سرتاسری خود از بین می رفت. برای همین ما باید ترغیبگر فرهنگ و آداب و اخلاق و هوشدار فرهنگی هزار ساله های ملت باشیم، عنعنه های ملی خود باشیم تا در پیشرفت آبادی خاندان خیش، زادبوم خود، کشور و منطقه و جهان سهم گذاشته توانیم. در این راستا کل ما ساکنان تاجیکستان باید در همین حکمت پیش آورده و سیاستی پیش گرفته و راه اندازی کرده پرزیدنت محبوب کشورمان کار و فعالیت داشته باشیم. چیزی هم اگر پیشنهاد سازیم اقلا برای 2 نفر باشد، باید با اندیشه، با ملاحظه و محض در اساس خیرت پیش آورده حکیمان ملت باید پیشنهاد این یا آن نفر گردانیم، خاصه در صحیفه های اجتماعی، و آن وقت ما نه تنها برای خود، پیوندان، اهل و بیت و دور و نزدیک خویش و همزبانان همزمان خدمت میکنیم، بلکه در تنجی و آرامی و رشد و تکاپوی کلی ساکنان سیاره به خاطر رسیدن به آرزوهای ارمانی انسانیت دست میابه. برای همین باز هم در جنبست این فرموده از حکیم ابوالقاسم فردوسی
یک مصرع رو، یک جمله رو از شاهنامه پیش میاریم که اون باید چون یک دستوری همان روزه، چون هشداری همیشگی باید در دل و زبان و در اندیشه دور نزدیک ما باید در پرواز باشد. بیایید جهان را به بد نسپاریم.